Assalomu alaykum hamyuroni aziz ishtirokchilar kanali Ekohayot Begumuz Tojikiston va tomoshabinoni ahli YouTube. Ro'zi har ikki ba xayr shodi bo'ldi. Umeedvoram ki hamma kasa خوب و صحت و سلامت و خانواده خوشبخت هستید. همداران عزیز امروز سنه یکم ایومی یکم ایون قرار داریم در اکون ورمی فرمی اکوی حسن جان گویم خطا نمیکنیم انشالله چونکه کار خدا خواهد همش رفت اصلا اکم نتیجه اولی جناب انشالله موافق طلبات ما خرسند کردگی نتیجه دادن انشالله. یعنی که امروز رسوب 15 روز شد سندکا 16 ماه پرافت شد یوتیوب کانال ما هم هست برادر بینتون میشد 15 روز به یعنی که بعد از جابجا گذاری کرم ها در کدام حالت یعنی که تخم گذاشتن قبیتی بالایی را اوجه پوره بیاگوموس کردن بیاگوموسی بصفت کردن چینه همش را یعنی که برای با چشم خود دیده باز توصیه ها رو با قدمی نوبتی دادن به نزد اکوی حسن جان آمدیم. حاضر خدا اگر خواهد نتیجه ها رو برای شمایان با فکت و رقم نشان داده میگذاریم که در مدت 15 روز در حقیقت من با شاهدی اکوی حسن جان که صاحب همین کرم یکی از شاگردان بهترین ما انشالله به صف داخل شده ایستادند دادن یا نه حاضر ببینیم با چشمانی خود 15 روز به کرم آیا همشون تخم گذاشتن فربه بیاگوموس کردن یا نکردن همش رو با همراه شما میبینیم. حسن نکن نتیجه چه خیلی کن من دیدوسیام شما گفتم گفتید من دیدم اولی جناب من خرسند خلاصه که من خرسند زور یعنی که اکو این خرسندی ما هم البته سبب است اصلا که هست شاگردایی که بی پروا بی اهمیت یعنی که همین حاضر کن گویم اگر بعد یک روز میکنند یا بعد 3 روز میکنند اون کار الکی کار نتیجه خوب نمیده چون کار وقتش به اجرا شدگی نیست هر یک وظیفه ما هر یک گفتگوی ما حسن که سری وقت اجرا کردن الحمدلله با امر خدای تعالی به نهایت نتیجه عالی جناب دیدیم. حاضر کامera پیش پیوست میکنیم همراه میبینیم برادران. من همداران عزیز همون جایی که شما دیده بودید 15 روز پیش ما همش جابجا گذاری کردگی الان اکنون میگذاریم با قسمتی کارهایی که چخیل نتیجه داده است. من ببینیدم برادران من این چخیل بیاگوموسی درجه اعلا مثل صفتی که ما خودمون استحصال میکنیم من به نهایت به درجه اعلا. من این جایی که ما کرم ها رو سر داده بودیم من در اینجا عموما کرم ها نیست حساب یک دون نیم دون هست خلاص من این هم بیاگوموس کرده خورده توپ تازه کرده پرتفتگی من اینجا ها همش پند شدگی من یک پنج شازنه دستنده کن یک پنج شازنه کن انا شد انا اینه ببینید برادران چخیل نتیجه عالی. من این زیشنوکیوش اینه ببینید من این دانچه زردوش همش تخموش من به نهایت تخمی زیاد گذاشتگی یعنی که اینو اصلا نکن 50% کرم های دو جان خریداری کرده بودن یعنی که همش در حال تخم گذاری بود. اینه ببینید برادران من همه کرم ها با دو جان سوپ سرخ شروع فربه و درجه عالی. اینه ببینید برادران من خبتی بالوی یعنی که پوره من بیاگوموس کرده خورده توپ تازه کرده اینه ببینید برادران من کرمای ببینید من به نهایت صفتی عالی من خرسند از نتیجه حسن اکا یعنی که وقتی که خریداران ما میزاجان ما شاگردان ما نتیجه عالی میبینن این موفقیت ما در نتیجه شاگردان و میزاجان ما میباشد. وقتی که نتیجه خوب رو میبینیم ما راحت میکنیم از این کاری کردم و به حد شاد میشیم. من نمیتونم برادر خیلی نتیجه عالی در مدت 15 روز همگی 15 روز من کسانی که میگن که از آن من نشد یا نمیشد یا سیمه همش گپ دروغ نمیشد گپ کارو وقتی که همه کارها موافق توصیه ها با استاد با نتیجه عالی و سری وقت اجرا کردن وظیفه استادزاده رو سری وقت اجرا کردن البته و نتیجه ها به امر خدا تعالی میشد و خلاص. اینو به اساس به تجربه ما سخن نمی کنیم زیرا هر یک سخن به جوابش هست. برای همین من حاضر باز جایهای دیگرش رو میبینیم من با همراه شما برادران من اینه بینید یا الله اینه بینید برادران به امر خدای تعالی چه زیبا اینه از پارو
چخیل بیاگوموسی علوس تیار شده دیگه نمیگه حالت کرمای بنید فر به نهایت تخمی زیاد موندگی نبینید تخمشه دونشه نه بنید راستی که باید که همین روز هستند که من به حد خرسان کرده که بمب شده بمب رزولتات شده دیگه وای بگفته که انشاءالله چشم نرسد چشمی بده بند نرسد وای انشاءالله نتیجه به رحمتش خداوند برکت بده که من همین کاروبه ما انشاءالله لذت میکنیم که لذت حاضر من تام برادر این بیاگومسی بنتم باید بار دیگه من همین نشان تام بیاگومسی برادر این نمیتا از پورو تیار شده چیز بیاگومسی که الله من چیکار که من نشان میتم من مثل کلی از همین سبب 1 کیلوگرم بیاگومس 2 کیلوگرم نامیرو در خود نگاه میدارن عجایبات به نهایت نتیجه اولین کرمای حالاتش میتونم فر به همش منه این دونچه زردو دستم جمعت کامل خیره میشد من تو مرا دارم الحمدلله این همش از رحمت خداوند وقتی که برادران با دل نیتی گمانی نیک با شوق و هوس با مهر و محبت باید هر یک کار مهنت میکنید و اجرش خداوند حتما میدهد حتما روی همین مهنت کردن لازم تکه به خداوند مهربان نبینید الحمدلله نبینید خیلی نتیجه عالی جناب خداوند برکتش تیاد است که نبینید برادران راحت کردم راستی گپ همین روز تابم راست و شاد شد راستی گپ خدا برکتش تیاد من این اوزخوی نابتی هم خدا خواهد قدم به قدم تیار کرده رفتن سر میتونن سنکو با شکرات پیشنهاد گرفته سنکو من باز این طرف هاش میبینم که یعنی ببینیم چی همه جاش موافق تاباز یا یک جاش کمونه این طرفی آفتابش برادرها و این طرفش طرفی سایگیش منه اینه بینه این به امر خدای تعالی این نتیجه بینه برادرها این تخمه بینه اینه بینه چه اولی جنابانه آفتاب بسیار کار شده نوارگیری کار شده منه جای های آفتابش هم منه وقتی که اوزوقه ناس نامنوکی ناس حرارتی سالقینی و گرمی همش در میار فرمو با راحت کار میکنن این دانش تخمش من یک دسته نوار برداری کار شدم همدران عزیز یکان کمبودی باشد عذر میخوام نبینید برادران خدا رو شکر خوب حسن اکو انشاءالله همه زور میکن شما خورسندی من رزولتاتش دیده هستید کو نتیجه من دیده راستی گپ راحت کردم رزولتات اگه شما نمیشناسید شما خدا اگر خواهد نه اگه مقصد از این گپ که اصلا همین گفته های ما همش عملی میشود از جون سری وقت اجرا کنید وظیفه رو میشه چون نمیشه انا رحمت خدا همون کسانی که نمیشد میگن نمیشدگی های بیارید اینجا یعنی که برادرم ما بی اساس گام نمیزنیم گفته باز بسیار میگن نبینید همه جاش کجاش که نروید همش به درجه عالی خدا هم برکت دهد عجایب خب باقی سلامت و سربلند باشتون همداران عزیز شخصانی که خودش خریداری کردنی کرم کالیفرنیا و بیاگومسی علوصفت هستن به رقم های ما زنده ما در خدمت شما